ما دمی چند وقت پیش امی امنیتی آمد برد ما را. بعد از اینکه خیر طرف خانه می آمدیم، امو مدیر از ما سوال کرد که مولوی محترم شخصیت خودی تا که می بینیم، تقریرهای تا که ما شنیدیم، تو یقینا ما خجالت میکشیم که تو شخصیت اینجا بیاید، ولی عام تصوری کلی امنیتی ما امی است در حق تو و مردم مخالفتی تو را میکنن. کدام دشمنی شخصی خو نداری؟ ما گفتم ندارم. دشمنی شخصی خو نداری؟ ما گفتم ندارم. ما برش گفتم که بله دشمنی منهج دارم، به خاطر ازی که همه چیزی ما غریب است، ناشناس در پیشی مردم، کلش ناشناس. نماز جمعه ما ناشناس، تراویح ما ناشناس، عیدی ما ناشناس، نماز 5 وقتی ما ناشناس. عالی نماز شام آذان گفته شد و 2 رکعت نفل خواندیم. برید در مساجد 2 رکعت نفل بخوانی، مردم چی میگه براتون؟ اوهو ریش سفید از اونجا میخیزه میگه که 80 سالم شده در این مسجد 20 دانم مولوی از این که در کتا کتا تیر شده، این کار ندیده. این ما از نو دیدم. پیغمبر علیه السلام ما را پیش خبر داده که کدام منهجی که شما حرکت میکنی غریب میباشه، نصرت کننده عزیز نمیباشه، مردم نمیشناسشه. میگه ما اینی عمرم شده ما این کار ندیده، وگرنه در حدیث پیغمبر علیه السلام میگه پا موجود نیست، هسته، این موجود است. خب به مردم گفته نشده، به مردم واقعا غریب است، ناشناس. حالی کدام نمازی که تو میخوانی، خو تو تراویح را میخوانی 1 سپاره را در 2.5 ساعت و 8 رکعت خواندی، غریب است بدی مردم. و میگه که ما خود تراویح را اینطوری نخوانده بودیم برادر، ما تراویح را میخواندیم امو مولایی که مسابقه بود سبای مقتدیا، یکی از دیگه سوال میکرد که مولایتان در چند دقیقه خواند؟ گفت 15. گفت از نری در 13 دقیقه 2 دقیقه پیش خلاص کرده. مقتدی صدا میکنه که مولا صاحب سبحان ربی العظیم پورا نتونستم، اتحیات خلاص نکردم. گفت بیا در پشتی من، بیا در پشتی من که کجا میرسانشه. پیغمبر علیه السلام بر ما شما نقشه داد و ما باید این نقشه را تطبیق کنیم. بصیرت بر ما پیداست، حاصل شده که اسلام همین قسم ناشناست، هر حرکت شما غریب است. اینالی ما سر اسلام عمل میکنیم و غریب است. اسلام از ما عمل میخواه. تنها به این گفته نمیتونیم که سلفیستیم، تنها را فلدین اینطور بالا کردیم خلاص سلفی شده. آلی ما در تمام اعمال خود، در سلام خود، در گپ زدن خود، در اخلاق خود، در شیوه رفتار خود، در زندگی سیاسی خود، در زندگی با پدر و مادر خود، در زندگی با برادرای خود، در زندگی با همسایه خود، در زندگی با دکاندار، در زندگی در یک شرکت، ما باید واقعا در راه سلف روان باشیم. پرسان کنیم که سلف اونجا چطور عمل کرده بود. پیغمبر علیه السلام همین درس برای ما میده. وقتی که تو دیگه برات تلفن بالا میکنه، برات میگه الو، و تو برش اول که میزنگ میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غریب است، عجیب است. برای ما یک نفر گفت که مولوی صاحب ما متعلقین تو را فقط در تلفن میشناسم. زمانی که زنگ بزنم که گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میفهم که متعلقین شماست. دیگه همه مردم میگه الو، فرق میکنه. خب دست در کجا میده، پایچش در کجا هست، نماز با کدام طریقه میخوانه، چه قسم، تویش با کدام سیستم است، مردیش با کدام سیستم است، لباسش با کدام سیستم است. اینجاست که همه چیز غریب است و باید غریب باشه. کل مردم یکسان است، یک قسم حرکت میکنه و تو خلاف حرکت از همون خاطر مورد تاخت و تازم قرار گرفته. طعن سر تو، لعن سر تو، انتقاد سر تو، اعتراض سر تو. در خودی تو این چیز ندیده، در خودی تو اینی قدر نقطه را ندیده، ورق از دیگه جای چاپ کرده آورده به تو میچسبانه.
ورق آورده گفت سعی کو شما قبر پیغمبر علیه السلام چی میکردی؟ ویران میکردی. پیغمبر علیه السلام مشترک اعظم گفته و برادر من خود قیتو زندگی کردم، همسایه توستم، نکاح با فلانی خاری پنجم شما روا میدانی، نکاح با نعوذ بالله لواطت جایز میدانی. خوب ولی من خود قیتو زندگی کردم، همین چیزا رو برای سر من دیدی؟ لا اقل از ما سوال بکو که من همی عقیده و همی تصور و همی اندیشه را دارم یا ندارم. لیکن همی گپا هست، سری تو چسبانده میشه، کس نصرتت نمیکنه.